سلام، خبرهای رادیوی آزادی را از روز دوشنبه 4 اپریل تقدیم میکنیم. سازمان ملل متحد روز 4 اپریل گفت که در مخالفت‌های نظامی میان آذربایجان و ارمنستان 33 نفر کشته و 200 تن زخمی شدند. وضع منطقه جدایی طلب قره‌باغ کوهی شب جمعه به شنبه 2 اپریل یک بار داغ شد. باکو و یریون همدیگر را در خللدارسازی سازشی آتش بس گناهکار کردند. در نتیجه از روی ارزیابی‌های سازمان ملل متحد از هر دو طرف 30 نظامی و 3 ملکی به هلاکت رسیدند. باکو درباره تلفات 12 و یریون 18 نفر گزارش داد. روز یکشنبه 3 اپریل آذربایجان درباره قطعی یکجانبه عملیات نظامی خبر داد، ولی یریون دفعتاً گفت که این یک دام اطلاعاتی آذربایجان است. هر دو جانب یکدیگر را در نقض مقررات صلح گناهکار می‌کنند. در حالی که از امتحان وزارت عدلیه تاجیکستان همگی 15% وکیلان دفاع گذشته مجوزی نوی کار از روی این اختصاص را به دست آوردند، وکیلان پارلمان حالا می‌خواهند مهلت سنجش دانش‌های ادوکات‌ها را تمدید کنند. طرح تحریر شده قانون ادوکات‌ها که از جانب وزارت عدلیه به بررسی پارلمان گذاشته شده است، تمدید مهلت سنجش سویه دانش وکیلان دفاع را از 1 سال تا 15 ماه در نظر می‌گیرد. پیشنهاد وزارت عدلیه روز 4 اپریل در شورای مجلس نمایندگان بررسی شده به زودی به آوازدهی گذاشته خواهد شد. وزارت اعتراف کرده است که 1 سال برای از سنجش گذاشتن همه وکیلان دفاع کافی نبوده است. از تصمیم تمدید احتمالی مهلت سپردن امتحان از جانب وکیلان دفاع، فیض‌نسا واحد و حقوقدان معروف تاجیک استقبال کرد و گفت مهلت بیشتر امکان می‌دهد که وکیلان دفاع برای سپردن 1000 سوال امتحان آمادگی بهتر ببینند. اکنون امکانیت دارم که به سودی کنسولی مراجعت کرده همین قانون باید چیرم کرده داریم. معنی تمدید به این که ما امروز نو وابسته از آن که اتفاق ادوکات‌ها تشکیل کردیم ساختی فعالیت تغییر دادیم، لیکن ما با قانونی کهنه کار میکنیم. از میان 2000 وکیل دفاع تا 28 مارس سال جاری همگی 312 نفر صاحب شهادتنامه نوی کار شدند. مفتی مسلمانان شهر مسکو میگوید یک سبب اصلی آماده شدن بعضی افراد برای پیوستن به صف جنگیان گروه دولت اسلامی در مشکلات اجتماعی آنهاست. ایلدار علاءالدینов میگوید اکثر آنهایی که در زندگی روزمره قدرت پیروز شدن بر مشکلات زندگی را ندارند، به قرار میرسند که مجرای حیات خود را کاملا تغییر داده در را برای زندگی امروزه ببندند. وقتی با این مردم هم صحبت می شود، واضح می گردد که آنها در رفع مشکلی روحی ناکام شده فهمیدند که حل این مشکلی دشوار است. آنها به خلاصه آمدند که به جای دیگری روند و مشکلی را از این راه پشت سر کنند. در تاجیکستان مقامات دادستانی میگویند که در 85% حالتها شهروندان بعد سفر به روسیه با هدف کاری موسمی تصمیم گرفتند به سوریه برای جنگ در صف گروه دولت اسلامی بروند. شمار تاجیکستانیان را در این جنگ نه کمتر از 1000 نفر میگویند. تعداد شهروندان آسیای مرکزی در این جنگ ها از 5000 نفر بیشتر می باشد. صحبت کامل اکرم عبدالقهار همکاری ما در شهر مسکو با مفتی مسلمانان پایتخت روسیه ایلدار علاءالدینов را در سایت رادیوی آزادی تماشا کنید. نجات بخشان تاجیک همانا جسد طفل 6 ماهه مفتونه رحمانوی 21 ساله را در آبهای کافرنیهان جستجو دارند. این جوانزن روز 2 اپریل در شرایط مرموز خود را همراه با فرزندش به آب انداخت و بعد 3 ساعت جسد بیجانی از آب بیرون آورده شد. جستجوی جسد سلیمان نوزاد در حدود ناحیه قبادیان ادامه دارد. همسر مفتونه رحمانووا بازداشت شده است و تحقیق احتمالیتی تا به خودکشی رسانیدن همسر از جانب شوهر علاقه شروع شده است. احتمال می رود که مفتونه و فرزندش قربانی خشونت خانوادگی شدند. در دوام 1 سال اخیر حداقل 3 حادثه مدهش خودکشی مادران با 3 و 4 فرزندشان در نواحی مختلف تاجیکستان به مطبوعات معلوم شد و توجه جامعه را به جدیت مسئله خشونت خانوادگی جلب کرد.
барои ҷавонҳои хостори таҳсил дар хориҷа ва ҳам омӯзиши забонҳои хориҷӣ намоишгоҳи таҳсили байналмилалӣ ба кор шурӯъ кард. ин намоишгоҳ ки рӯзи 4 апрел дар бинои Душанбе Плаза ифтитоҳ шуд, давоми 3 рӯз то 6 апрел барои ҷавонҳои довталаби таҳсил дар мактабҳои олии хориҷа барномаҳои таълимиро муаррифӣ мекунад. барномаи мазкур бо ибтикори Созмони ҷамъиятии Мултикит ва ҳам Кумитаи кор бо ҷавонон ва Вазорати фарҳанг ташкил шудааст. дар соатҳои аввали кори ин намоишгоҳ ба омӯзиши забонҳои хориҷӣ ҳудудан 500 ҷавон аз ҷумла донишҷӯёну толибилмони макотиби оливу миёнаи кишвар таваҷҷӯҳ нишон доданд. дар ин барнома дасти кам 10 донишгоҳу коллеҷ, мактаб ва марказҳои омӯзиши забонҳои хориҷӣ дар Бритониё, Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, Олмон, Қибрис, Польша, Русия, Чехия, Беларус ва Чин муаррифӣ шудааст. ва ахбори аз ин бештарро дар сомонаи озодӣ ва шабакаҳои иҷтимоии Facebook, Одноклассники ва Twitter пайдо кунед.